سلام رفقا، به یه قسمت دیگه از Walk with Ferry خوش اومدید. امروز اومدم منطقه آزاد انزلی، اونم مستقیم لب دریا. قرار کلی منظره قشنگ ببینیم، بریم اسکله، تفریحات آبی رو تماشا کنیم، یه سرم به ساحل بزنیم و از انرژی خوب مردم لذت ببریم. خلاصه که اگه دنبال حال خوب و حس قشنگی هستید این قسمت رو از دست ندید. راه افتادیم کنار ساحل. نسیم خنکی میزنه تو صورتم. بوی دریا آدمو مست میکنه. صدای موجا یه جور عجیبی آدمو آروم میکنه. کنار مسیر آدما نشستن رو سکوها. بعضیا دارن چای میخورن. بعضیا با خونواده اومدن پیکنیک. یه بچه کوچولو با بادک داره میدوه. حس و حال عالیه. رسیدیم به اسکله. وای که اینجا چقدر قشنگه. تا چشم کار میکنه آب آبی و قایق‌های کوچیک و بزرگ. بعضی قایق‌ها دارن میرن و میان. بعضی هم وایستادن و مردم دارن سوارشون میشن. ملت دارن با موبایل فیلم میگیرن، سلفی میگیرن، میخندن و خوش میگذرونن.
اون دورتر چند تا قایق موتوری با سرعت رد میشن، آب رو میشکافن و پشت سرشون موج درست میشه. واقعا دیدنیه. یه عالمه آدم سوار قایق‌های موتوری شدن. قایق که حرکت میکنه صدای جیغ و خنده مردم بلند میشه. بعضیا دارن با خانواده میرن، بعضیا با دوستاشون. یه گروه سوار شاتل شدن. اون تیوبای بزرگی که با طناب به قایق وصله دارن روی آب پرواز میکنن. هر لحظه ممکنه یکی از رو شاتل بیفته تو آب. صداشون کل دریا رو برداشته. واقعا هیجان انگیزه.
یه جا هم هست که مردم دارن پاراگلایدر سوار میشن، بند و تجهیزات رو میگیرن و میرن یکم بالاتر، بعد یهو با باد بلند میشن و میرن تو آسمون. از پایین خیلی قشنگ دیده میشن. حس میکنم خودم هم دلم میخواد یه بار امتحانش کنم. حالا از اسکله برمیگردم سمت ساحل. چند نفر دارن با موتورهای چهارچرخ وسط شنها ویراژ میدن. صداشون از دور میاد.
یه طرف دیگه چند تا بچه با کلی انرژی فوتبال ساحلی بازی میکنن. توپ تو ماسه ها میافته، میدوئن، میخندن، زمین میخورن و باز ادامه میدن. یه حس کودکانه قشنگی تو فضاست. کنار ساحل یه عالمه غرفه هست. یکی قایق اجاره میده، یکی شاتل، یکی موتور چهارچرخ. خب رفقا، اینم از یه روز پر از حال خوب و تفریح کنار دریا تو منطقه آزاد انزلی. هم منظره بود، هم هیجان، هم لبخند.
اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین و برام کامنت بذارین که کجا برام برای قسمت بعدی. تا ویدیوهای بعدی فعلا خداحافظ.